سلام میگیم به شما بینندگان عزیز شبکه سفینه. چون همیشگی رسیدیم به دیدار همدیگر، این برنامه نوبتی لذیذ با جمشید است و امروز مهمان نوبتی ما هستند هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان ортиқ قودیروف. سلام شما رو خوش آمدید میگیم به استودیوی مرکزی تلویزیونی سفینه و در آغاز برای بینندگان شبکه سفینه، برای مخلصان برنامه لذیذ با جمشید و پیش از همه برای مخلصان خودتون چی گفتنی هستید؟ مرحبا. بسیار مینت دارم جمشید جان که در برنامه لذیذ با جمشید هستم و شبکه سفینه طوری که همه میدانند شبکه اهل ایجاد است. بله. شبکه فرهنگی است، اهل فرهنگ و ادب است. برای همین من قبل از همه به تمام دوستداران فرهنگ و ادب و تمام دوستداران صنعت و هنر سلام و درود صمیمی خود را میرسانم. آرزومندم که همیشه همین مهر و محبت، اخلاص، شفقت، احترام به یکدیگر، دوستداری یعنی در جامعه ما افزون باشد و در این پایه ما میتونیم به همه مراد و نیت‌هایمان رسیم. تشکر زیاد. سپاسگزارم از شما و بیننده بی‌صبرانه انتظارند که امروز ортиқ قودیروف کدام خوراک را آماده میکند. خوب میشد که خودتون بگید که امروز کدام خوراک است و کدام محصولات لازم است. من این غذا را اصلا بگم که از خانواده از کلینم یاد گرفتم. این یعنی با ترک یا کدوی ترک میگن یا که با زبانی به همه معمول و فهمو کبачок. بله. خب یعنی شما گفتنی هستید که خوراک امروز آماده میکنیم محصولات اساسیش هست این خب ترک گفتیم دوستان به اصطلاح کبачок میگویند، کدوچه میگویند. بله این از ذات کدوها است. بله. بعدا استفاده میبریم خب قلمفور بلغاری، گوشت البته، گوشت، پمیدور، سرپیاز. خب انا پمیدور رو در شکل یا تمات یا در شکلی که از گوشت مکنک میگذارونیم، یعنی بسیار میده باشد، بسیار خرد باشد، در این شکل استفاده میبرند. خیر. و بعد آماده شدن البته بعد برایش اون کبودی های تر و تازه و هر گونه اون خورش های لذیذ باز هر کسی موافق طعمش یعنی با چکه با این چیزها استعمال میکنه. خب دوستان عزیز تا اون که ما همون کبودی ها رو در بالای خوراکمون خب آرایش دیم و با چکه استعمال نماییم وقت خیلی زیاد است. برای این چیکار کردن در کار؟ این خوراک رو پختن در کار. دوستان عزیز بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و شروع میکنیم با پختن این خوراک. برو همراه باشید. این برنامه لذیذ با جمشید است. از چی شروع میکنیم؟ شما از چی شروع میکنیم؟ من با شما کمک میرسونم. از شستن میده کردنی، از شستن غذاها که ما این کارو الکی کردیم. این کارو الکی کردیم. کارهایی که هست که ما الکی کردیم. و این ترک یا کدوچه یا که کبачок که امروز میگن، اول این رو پوست میکنیم. خب پوست میکنیم. نازک پوست میکنیم. بعد نازک پوست کردن، بعد اون رو به شکل همون گیرده چلی که کارتوشکا گیرد ریزه میکنن. این ترک هم همین خیلی عیناً ریزه میکنیم و اون رو در تابه تفت میدیم، بریان میکنیم با حدی که یعنی مثل یک رنگ طلا رنگ رو گیرد. با همون حد ما یعنی این ترک رو بریان میکنیم. در دیگ غذاهای دیگر یعنی گوشت و پمیدور و قلمفور بلغار و خب سرپیاز در دیگ علاهیده بریان میکنیم. خب دوستان عزیز اکنون چیکار میکنیم؟ گفتند خب ортиқ که اول در توبه باید که همین چی باشد؟ ترک یا خب بله ترک این از ذات کدو است. بله. و تا اون که میشود من باید گوشت رو میده کنم و وارد دیگ سازم. بله. توبه شما رو نیز فعال میکنم. روغن باید گرم شود. بله. روغن باید گرم شود. بله. روغن توبه که ما یعنی ترک بریان میکنیم بیشتر باشد که چقدر که ما کارتوشکا تفت میتیم رنگ طلایی میگیرد. این هم باید همه خیلی به همین مانند باشد. خیلی خوب دوستان عزیز الکی کمک گرم میشوند. من فکر میکنم که این رو پستر کنیم تا اون که من گوشت رو ریزه کنم. خب سوالی نخستینی من همین است که خب چگونه شد ортиқ
با همین صنعت اکتیوری سخنوری رو آورد. آغازش از کجا سرچشمه می‌آورد؟ من در بعضی موردها در این موضوع صحبت کردم جمشید جان. خب یعنی البته اینا بسیاری ها هم میگویند بسیار اونهایی که برای صنعت رفتن برای ایجاد رفتن البته یک سرچشمه بوده است حتما یک محیط خانوادگی به تاثیر نمیماند. همینطور برای من هم رحمتی مادرم همین بسیار ربایی و شعر و شعبیت های مردمی بسیار میدانست. یعنی که بسیار فراوان همگامی که مثلا یگان کاری خانواده‌ام که مشغول میشد مثلا گاو میجوشید در وقتی گاو جوشید ربایی میخواند. خب وقتی که ربایی زمزمه میکرد و زمزمه میکرد ربایی زمزمه میکرد همون گاو آرام میشد شاید به جای 2 لیتر ممکن زیادتر 4 لیتر شیر میداد. شیر میداد. همین خیل هنگام دوغکشی هم عیناً همین خیل رحمتی مادرم ربایی میخواند. البته این با ما به تاثیر نمیماند. درست است. غیر از این رحمتی مادر کلانم یعنی مادری مادرم هم بهترین داننده همین افسانه و قصه های مردمی بودن و وقتی که ما می رفتیم به خانه مادر کلانم زمستان ها اونا صندلی گرم میکردن و بسیار یک راحت خاص دارن. در صندلی اولا این چیز ممکن بسیاری ها ندیدن در خودی همون صندلی آتش می افروختن. بله. بعد ما برآمده بالا موری بود. بالای بام میکشودیم دودی خانه از موری بیرون میرفت. وقتی که لخچه میشد در خودی همون صندلی فتیره میچسبونده. بله. یعنی در درون همون خانه همون صندلی به شکل یک تنوری بود که در همونجا میچسبوندن فتیره. وقتی که فتیر میپخت میگرفتن صندلی میماندن و بعد فتیره مثلا شکراب یا قروتا آماده که میشد بعد خوردن غذا بعد ما زمستان ها مثلا میگفتن پخته پنبه ما جدا میکردیم پونداناشو اون کس با گفتن افسانه شروع میکردن. بسیار لذت خاص دارد. همین خیلی افسانه میگفتن جمشید جان که ما همون قصه های مثل که در نوار مثلا نوار کینا باشد عیناً همون واقعه های میدیدیم قهرمان های میدیدیم حالت های قهرمان حالت های روحی و همون و اگر افسانه مثلا میگیریم فاجعه‌ای باشد حتی اشکامون میریخت اگر حالت های مسکوی باشد اینقدر میخندیدیم. یعنی همون بیبی های ما با تمام صنعتش نقل میکردن. این نقل کردن افسانه نقل کردن روایت نیز یک از شخص مهارت و ملکه خاصه طلب میکنه. این یک صنعت خاصه است. بله. چقدر اندازم کردن تقریبا 2 پیاله بره. که ترک ما خوب بیرون شود. بله. ولی که امکان میتیم روغن خوب تسبد. بله. فکر میکنم کفایه است. شده. خب اکنون در تابه انداختیم و در دگ نیست چیکار میکنیم؟ در دگ بلندتر میکنیم. بله. با اون خاطر که اینجا گوشت رو میاندازیم ها. قسمتی یعنی این از 2 روند عبارت است. روند اول یعنی که بریان کردن محصولات. کفایه است. کفایه است. بریان کردن محصولات و روند دوم این بعد با آب یعنی که خوب بوغ داده جوشاندن و بوغ داده یک جا کردن. خب دوستان عزیز اکنون تا این دم چیکار کردیم؟ الکی مهمون ما امروز مایده کردن یک قسم رو مایده کردن یعنی 70% رو مایده کردن و بعد از چند لحظه شروع میکند با بریان کردن و من چیکار میکنم در اینجا گوشت رو الکی میاندازم بعد از 1-2 دقیقه کمک کسفت و بعد این شروع میکنیم با مسئولیت و توصیه های خیلی خوبی مهمونمون ارتیق قدیروف سیر پیاز رو میاندازیم. بله. بعد از اون بعدی که گوشت کمی رنگی سرخ شتاب رو گرفت. خیر. بعد از سرخ شتاب گرفتن یعنی که پمیدار و قرنفل بلغار و یک جا میاندازیم و یعنی در تابه بعد سرخ میکنیم. خیلی خوب. خب بعداً شوق رغبت نسبت شعرخوانی شعرخوانی بالا رفت و رو گرفتید بعد از ختم مکتب میانه با مرکز. یعنی در وقت یک چیز جمشید جان وقتی که یک دانشگاه وقت دانشگاه دولتی بود. خیر.
به نام ولادیمیر لنین بود اون سالها. برای جمع آوری ادبیات شفاهی به دهات میرفتن. خیر. یک وقت رفتن همراه استادشون رو از مادر کلان من زیاد بعد از مادرم هم روبایی ها نوشته کردن. نوشتن در همه حالت ما بینمون سوال و جواب شد. همون استادشون معلمشون یک چند سوال ها رد و بدل شد و بعد به من توصیه دادن که تو حتما باید به دانشگاه بیایی. یعنی با این ذوق و با این مهارت لیاقت آنها گویا که احساس کردن در من گفتن که تو باید به دانشگاه بیایی به فاکولته زبانهای شرق خاورشناسی. من از همون لحظه نمی صنفای نمیدونم یا 7 یا 8 میخواندم. یعنی که در دلم همین آمدن به دانشگاه به همین فاکولته خاورشناسی به زبان عربی در دلم جای گرفته بود. شکر خدا هستن آنهایی که با احترام با صمیمیت میگویند استاد میگویند و از نزدیکی های همین صنعت راویگی پرسان میشوند. خیلی زیادن و در تئاترهای هم جمهوری در سراسر کشور هستند و من از این یک حالت بسیار خوش و یک حالت روح بلندی به میان میاد که وقتی که انسان با شعر با ادب با فرهنگ دارد روغت دارد یعنی که ذوق دارد. بله. و این در اخلاق و آداب وی البته تاثیر در زندگی وی به تاثیر نمیماند و برای جامعه هم این یک بگیم که بسیار یک نمونه بسیار بهترینی عبرت است و یک فضیلت های نیک انسانی است. و جمشید جان همون قصه ای که بله بعداً آمدم به دانشگاه متاسفانه در نامه کمال من از فن زبان خارجی بها نبود چون که ما در دهات زندگی میکردیم. خیلی مشکل بود اون سالها راهی اسفالت هم نبود. معلمان نمیرسیدن. ما زبان خارجی اصلا تحصیل نکرده بودیم. خیر. در این فاکولته شرقشناسی حتما باید از زبان خارجی امتحان سپاری و من گفتن که باید که بها باشد. باید بها باشد. حجت های من قبول نکردم و من اولین بار مثل اینکه تلخ گریستم از همین پیش آمد قسمت و همون سال یک از همدهگانم هم همسایه در فاکولته صنعتی که در هیئت دانشگاه آموزگاری بود وقت دانشکده آموزگاری بود خب تحصیل میکرد. سال 1974 تأسیس یافت دانشکده صنعت و آن همسایه و همدهه هم عزیز مراد که در فاکولته موسیقی تحصیل میکرد خب به من توصیه داد گفت که ناامید نشو گریه هم نکن. تو در مکتب میانه در همون با اصطلاح در محفل دراموی خوب فعال بودی برندگی میکردی در مکتب. یعنی این کارها در همون مکتب شروع شده بود. یعنی دهه نام دارد دهه نیلو دهه نیلو بسیار یک دهه زیب و منظر است در دامن کوهی خطارکوه‌های حصار. بله. و من با توصیه همون دوستم همسایم از امراد الکی دودش برآمد. الکی ما سر میکنیم به تف دادن احتیاط کنید فقط. بله به تف دادن یعنی ترک بله به تف دادن ترک اینا کم کم اگر وای کنیم خوبتر با احتیاط باشید زیرا بله. فکر میکنم که الکی خب قاعده های بی خطری باید حتما رعایت کرد. بله. بعد جمشید جان همین خیلی تقدیر من یعنی بسته شد با صنعت آمدم با فاکولته اکتوری که همون سال یعنی دانشکده نو تاسیس یافته بود و حالا برای همین شعبه اکتوری یک آزمون جمهوریوی اعلام داشتم. کنکورسی جمهوریوی اعلام داشتم و خوشبختانه من امتحان‌های با سر بلند سپاریدم. حتی از امتحان مهارت بهای اعلا گرفتم. خب در همون امتحان خب استادانمان تمر عبدالشکور و اسکر عبدالرحمانویچ خدا رحمتشان کند و احمد جان قادیرов خدا رحمت کند امتحان گیرنده بودند و شادروان محمد جان واحدov هم در همون روند امتحان اشتراک داشت. من وقتی شعر میرزا تورنزاده یک
منظومه از من طلب کردن که شعر خوان. خب منظومه میرزا تورنزاده آسیا گوید سخن آواز آن را بنگرید، موج دریا غرش بحر دمان را بنگرید. همین خواندم و دیدم که محمود جان که در قفای اودیتوریا می نشست از جایش خیست و نزدیکتر آمد. وقتی من قرائت رو تمام کردم بعد به گوش معلمان محمود جان یک چیزی گفت و وقتی معلمان ترجماندن خوانندگان ترجماندن این برای من فال نیک نمود و همینطور خوشبختانه از فن مهارت بهای 5 گرفتم و قدم های نخستین شما آغاز شد در ساحه صنعت. شما یکی از اون نفران کم شماری هستید که الکی در دوران دانشجوییتون شما صاحب جایزه عمومی اتفاقی گردیدید که این در اون وقتا به هر کس میسر نمیگردید. من میخواستم برای بیننده ها میگفتید که چگونه شدم این؟ با تشبث کمیته مرکزی کمسمال اون وقت بود ولکسه میگفتن و جمعیت امیدفاقی تئاتری و هم دانشکده صنعت تئاتری کینماتوگرافی شهر سابق لنینگراد حالا سنت پترزبورگ آزمون امیدفاقی راویان میگذاشت همه سالا به نام ولادیمیر یاخنتوف بین دانشجویان دانشکده های فرهنگ و صنعت اتحاد شوروی و جماهیر لاگر سوسیالیستی هم اونجا در کشورهای چکسلواکیه و پولشا و ونگری بلغاریا اینها هم اشتراک میکردن. همین در همین آزمون دو دور اول در دانشکده گذشت و دور سوم آزمون در شهر سابق لنینگراد حالا سنت پترزبورگ میگذشت و من خوشبختانه از دو دور اول گذشتم و موضوع همون ساله جوانان آینده سیاره بودن. молодежь будущей планеты. من برای این بسیار سازگار افتاد اشعار استاد لایق. خب که شعر مثل من جوانم یا اینکه من نمیمیرم، من نخواهم مرد، من دوام روزگاری رفتگانم. یعنی چند سال پیش بود؟ این سال 1977. سال 77 من اشتراک کردم در آزمون امیدفاقی دانشجویان. کارگردان تئاتر ملی قزاقستان آذربایجان مامدوف اشاره کرد که پیشتر بیا گفت. من اول پرولوگ داشتم. اون وقت چند سال داشتید؟ سال 22 سال. 22 سال. واقعا هم دوستان نه 21 سال. 21 سال. بعد گفت که پیشتر حرکت کن. گفت پسرم من اول پرولوگ خواندم از گفته های کلینی وقت تقاضا همین بود درباره جوانان و ماهیت جوانان. بعد آهسته آهسته پیش آمدم همان شعر من جوانم. بعد هم روسی و هم تاجیکی در تور کرده بودیم. استادم شادروان محرم فیض با من کار کرده بود. بعد در نیکلای کوزمیچ یکی از استادانی که از لنینگراد برای دانشکده ما یعنی درس دادن آمده بود وای با من کار کرده بود. خلاصه آهسته آهسته من در تالار خودی ها را یافتم. بله. اول چهره نورانی محرم فیض یافتم. بعد دانشجویان ما که در اونجا تحصیل میکردن دعوت شده بودن. گلچهره نومانووا که اونجا در اسپرانتورا تحصیل میکردن چهره اون کسا یافتم. خب خلاصه آهسته آهسته بعد خودی یعنی همون محتوای اشعار استاد لایق که همون شور و شوق جوانی ماهیت جوانان در همون سازندگی جمعیت که امروز هم پیشوای ملت شاید تاکید میکنن که اساس یعنی که کسی سازنده جامعه ما جوانان هستند. این معنی های گفتم آهسته آهسته آزاد شدم. کشاده شدم، آزاد شدم، خودی های یافتم. وقتی تمام کردم همین خیلی کفکوبی بلند شد تا خیلی کفکوبی ادامه یافت. من بیرون برام حتی تپش دلم جمشید جان میشنیدم. تپش دلم به گوشم میرسید. واقعا بسیار احساس بلند میشود در اونجا. بعد شادروان محرم فیض بیرون آمدن از تالار بیرون آمدن و آغوش گرفتن من. گفتم سلام
آفرین گفتم. من گفتم مدیر کافدره نطق صحنوی همین دانشکده لنینگراد گفت که محرم فایزش و تحقیق ببولشه. میخواد این سخنها هم استاد خیلی دل پر کرد. رو بلند میکنه. هم خود شما رو. هم خود من. در همین لحظه یک لحظه دوستان اکنون بعد از این بلغاری رو بله میاندازیم. باید پمیدور رو میاندازیم. پمیدور رو میاندازیم. بله. تبسم کرده میاندازیم. تبسم احساس بسیار گوارا است و چگونه تبسم نمیکنی وقتی که شما گفتید که وقتی که بیبی کلانی من نقل میکرد ما تصور میکنید باور میکنید من همین چیز رو تصور کردم که ارتیق قادری 21 ساله صحنه است تقریبا 35 سال چند سال پیش است و همین چیز رو من احساس کردم سال 77 چند سال 77 مثلا چند سال میشد 80 اینجا 40 چند سال بله بینید که 40 چند سال گذشت یعنی عمر بسیار زود میگذشت بله جمشید جان عمر از پیش درم میگذرد تشکر که با ما هستید و تو این دم چیکار کردیم خب در اینجا ما ترک بریان کردیم پر را بریان کردم بله. اینجا الکای ما بعد از روغن تست دیدن گوشت رو انداختیم بعدن قلمفور بلغاری بعدن سیرپیوز اومیخته کردیم تقریبا بله پمیدور افشوره پمیدور 15-20 دقیقه بریان شدن جوشیدن بسیار یک نما و بوی خیلی خوب و خوش دارد از اینجا الکای پر را این ترک ها رو ما بریان کردیم و آخرانش رو میگیرید میگیریم بله میگیریم اکنون پر را این آماده است بله این آماده است پر را این آماده است بله یعنی پروسس یک جا کنی است دوستان عزیز بار دیگر میگویم که وقتی که ما یک جا کردیم بعدا نمک بعدا خاکاوی خوشبوی کننده رو اضافه میکنیم مرحمت خب اکنون میگیریم ترک که ما زیر باندیم یعنی به یک شکل همین نیم بریان که یک یعنی نمود طلایی رنگ گرفت ما زیر باندیم یعنی بریان کردیم این اکنون آمیزش میتیم با اون دیگه که در اونجا افشوره پمیدور و گوشت و قلمفور بلغاری و گوشت و سیرپیاز آماده شده بود اکنون نمک و آب خب نمک و آب رو و مرچ اکنون هر کی با خواهش خودش اکنون جمشید جان کسی که درخواست وای دارد کمتر کمی اگر تیزتر اینجا قلمفور هم اضافه کردن ممکن یا اونایی که از تیزی شاید یعنی ما اینو آمیخته میکنیم بله آمیخته کنیم برای این اول نمک رو میاندازیم نه آمیخته کردن ضرورت ندارد برای نمک رو انداختن نمک میاندازیم بعد آمیخته میکنیم نمک خب نمک رو میاندازیم اگر شما کفایه گفتید بعداً کفایه خب کفایه است یا کمتر دیگر انا کفایه خب انا اکنون عذر استید من یک بار مرچ رو اندازم چقدر باشد یک کمی دیگر مرچ فلفل بسیار طبیعتش گرم است بسیار مفید است با این چیزها مفید است اکنون زیره ممکن نیست دیگر زیره ممکن زیره ممکن این با خواهشی با طبق خواهشی ذوق هر یک نفری که میپزد با اونایی که استعمال کردن میخواهم کفایه است خب دیگر این لازم نیست با خاطر که ما پمیدور رو انداختیم بله خیلی خوب انا از این اضافه میکنیم یا نه وای وقتی ریحان بله ریحان اینا ریحان اضافه کردن ممکن است ریحان خیلی بله ریحان هم اضافه کنیم این اکنون با دید و با صلاحیت هر کسی که با این شغل سر و کار میگیرد با صلاحیت همون پزنده و خورنده و خب دوستان نمک رو انداختیم خاکه های خوشبو کننده رو انداختیم ریحان کفایه است فکر بهترین کفایه اکنون چیکار میکنیم کمک آمیخته میکنیم بله خب آمیخته میکنیم او دوستان واقعا هم یک خوراک هست که من فکر میکنم که نامش رو نگذاشتیم این رو یک نام میگذاریم بگذار خب نام رو شما ایجاد کنید زیرا این محصول ایجاد شما است این خوراک برای همین شما نامگذاری کنید بعد از چشیدن میشود بعد که چشیدیم بعد بیان خلاصه میبینیم اگر که تبدیل افتاد بیان خلاصه میبینیم دوستان عزیز کمک بسیار ملایم میکوبیم بله
میکوبیم. خب یک بار دیگر برای نمکش آمیخته شدن. اکنون آب میریزیم. شما گویید که چقدر؟ همون بالای تمام این محصولات باید پوشاند آب. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. آب میریزیم. حالا پورا پوشاند. کیفایا دوستان عزیز. اکنون پورا پوشوندیم. خب اکنون میجوشانیم. یعنی در حرارتی بلندتر. اول بلندتر میجوشانیم. خوب جوشد. بله. آب که جبیده گرفت و آب کم شد و روغن که بالا خیست دیگر غذای ما دانشو میپوشیم. میپوشونیم. خب اکنون دوستان عزیز پورا میجوشد و تقریبا بعد از 20-25 دقیقه آماده خواهد شد. خیلی خوب. تندمی که آماده می شود من فکر میکنم که ما گفتیم که در همین وحدت ملی قرار داریم. من باوری کامل دارم که بینندگان عزیز نیز بسیار انتظارند به صبرانه که خب مهمون امروزه ما ортиқ قادیروف یک شعر بسیار خوب طبع دل قرائت کنند برای بیننده. خواهش میکنم. بیا تا مونسی هم یار هم غمخوار هم باشیم. انیسی جان غم فرسوده و بیمار هم باشیم. شباید شمع هم گردیم و بهر یکدیگر سوزیم. شود چون روز دست و پای هم در کار هم باشیم. دوای هم شفای هم برای هم فدای هم دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشیم. به هم یک تن شویم و یک دل و یک رنگ و یک پیشه. سر در کار هم آریم و دوش بار هم باشیم. و جمعیت پناه آریم از باد پریشانی. اگر غفلت کند آهنگ ما هوشیار هم باشیم. به وقت هوشیاری عقل کل گردیم بهر هم. چو وقت مستی آید ساغری سرشار هم باشیم. شویم از نغمه خوانی عندلیب غم سرای هم. برنگ و روی یک دیگر شده گلزار هم باشیم. غمی هم شادی هم دینی هم دنیای هم گردیم. بلای یک دیگر را چاره و ناچار هم باشیم. بلاگردان هم گردیده گرد هم دیگر گردیم. شویم قربان هم از جان و منتدار هم باشیم. یکی گردیم در پندار و در گفتار و در کردار. زبان و عقل و دل یک کرده خدمتگار هم باشیم. نمی بینم بجز تو مرهم ای دوست در عالم. بیا دمساز هم گنجینه اسرار هم باشیم. بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم. تشکر جمشید جان. من فکر میکنم بیننده‌های عزیز نیست که طریق شبکه سفینه برنامه لذیذ با جمشید رو تماشا دارند راحت کردند. و دوستان عزیز من باوری کامل دارم که بعد از یک لحظه ما الکی میگیریم به ظرف و میچشیم و میگوییم که چگونه لذت و مزه دارد. گفتیم که تقریبا باید 20-25 دقیقه جوشد و بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و میچشیم این خوراک رو. ما رو همراه باشید دوستان. این برنامه لذیذ با جمشید است. مهمون من هستند ортиқ قادیروف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان.
دوستان عزیز بسیار سپاس که تا حال با ما هستید و من فکر میکنم که هر یکی شما به صبرانه انتظار بودید که اکنون این خوراک چگونه خب آماده شد و چگونه لذت دارد. ثانیه های خیلی بشمار مانده است و وقتی اون رسیده است که چیکار کنیم؟ خاموش کنیم؟ بله خاموش میکنیم 70 رو خاموش میکنیم پر را خاموش و کمک بعد از همین 30 ثانیه چیکار میکنیم؟ میبرداریم با طبق میبرداریم طبق میبرداریم حتما با تبسم. بله دوستان من خواهش میکنم که از نواربردار خواهش میکنم که نشون دهد که چگونه است. یک بسیار نمای زیبا دارد و بوی خیلی لذیذ نیست دارد. خب امون میشد یا اینکه من این رو به شما دیم؟ انا با فکر من هم خوبتر است. بله. مرحمت. خب اکنون دوستان عزیز جوشیده ایستاده است و میبرداریم به طبق. شما کمک کنم این را دارید از این روی دیگ برای این غذای از ترک کدوی ترک آماده شده. دوستان عزیز ببینید که چگونه زیبا است و میچشیم این رو بعد از چند لحظه و میگوییم که چگونه لذت دارد. ما رو همراه باشید. چیکار میکنیم؟ دیگر علاج نیست میچشیم. مرحمت با اشتیا باشید. خب دوستان عزیز میچشیم و میگوییم که چگونه لذت دارد خوراکی که امروز آماده کردند مهمانی اولی قدری ما. بسم الله الرحمن الرحیم. و میگوییم که چگونه است؟ خیر بسیار لذیذ است. متاسفانه بیننده های عزیز ما از فاصله نمیتوانند این لذت درک کنند و انا مهارت ما نیز باید درمون باشد که ما فهمانده توانیم که چگونه است. مرحمت. باید بگم که این خودی همین ترک همین با اصطلاح کدوی ترک در ترکیبش چقدر ویتامین ها و چقدر مواد یعنی شفایی و بله چقدر لذتی که دارد که به همه این غذا یعنی که تاثیر خودش رسانده است و بسیار لذت آن اصلا از همون مزه همون ترک است، یعنی کبچک با اصطلاح. بسیار لذیذ واقعا هم یک طعم غیر عادی بخشیده است به این خوراک ما. محض همون ترک یعنی به اصطلاح کبچک کدوچه میگویند. کدوچه خیلی عالی بسیار طبع دیل. برادر گرامی قدر مهمانی بسیار عزیز و ارجمند در آخر چی گفتنی هستید؟ بازم آرزو دارم که خاندان مردم ما آباد باشد، بله پرفیض باشد. این بلا و آفت ها که به سر مردم جهان آمد هرچی زودتر باز به همین مهر و محبت، با همگرایی، با وحدت، با دوستی، با احترام، با محبت اینه که دور شود و باز سر خانه مهر و اخلاص به هم بیاییم و فقط صحبت های مردم ما از توی و سور باشد، از شادی و نشاط باشد. ما هنرمندان به مخلصان خود، به تماشاگران اصلا هیچ بگیم که امکان صحنه برآمدن و چهره نمایی کردن نداریم. بله درست است. امروز تئاترها مشتاق مخلصان خود هستند. برای من بسیار میخوام که تحمل و در بگیم که همدیگر فهمی و در رعایت کردن همه اون قاعده های بهداشت ما برسیم به اون روزهایی که تماما این بیماری از جامعه ما دور شود و یعنی مردم باز به تئاترها بیایند، به تماشاها بیایند. زیرا مولانا میگوید که ای بندگان تن به تماشای جان روید، کاخر رسول گفت تماشا مبارک است. سلامت باشن. تشکر زیاد. ایسوری سپاس میکنیم که شما دعوت ما رو پذیرفتید. یک خوراک بسیار لذیذ، واقعا هم لذیذ
آماده کردیم. بینندگان عزیز فکر میکنم که شما نیز بشوبه آماده میکنید در خانه‌تون، با اهل اویله، فرزندان، نزدیکان استعمال میکنید. و اینجا باشد برنامه نوبتی لذیذ با جمشید با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی همیشه سالم بمانید، همیشه خوراکای لذیذی تاجیکی و دیگر کشورها رو آماده کنید، استعمال نمایید و دائما خود و نزدیکانتون رو احتیاط کنید. خیر دوستان.